یک. به به لول 1 رو داریم اینجا، خیلی هم قوی. بریم چند تا کیل میزنه. آقا همه کمپ کنیم بریم لول 1. آها لول 1 تو راش بده ما کمپ میکنیم. اوکی برو قهرمان ما، برو اوه برو همشونو بزن. برو لول 1 اصلا بذار من برم خودم استیکش واسه. اولی رو زد، دومی رو زد، سومی رو زد. بنازم داداشم چیتر. چهارمی رو زد. خیلی عالی. داداش چیتر چیه؟ خیلی عادلانه داره بازی میکنه. نگاه اصلا طبیعی میپره. بپر داداش. خیلی طبیعیه. اینا همش هنره، اینا همش چیزه، استعداده، اینا همش فنونه. فکر نکنی چیز زده، اینا همش بابا پشما چیتره رو زدن. کاور بدین فینیشر بگیرم. بابا کاور بدین در سرویس داشتم فینیشر میگیرم. واجی چیتره رو زدن. چقدر حال داره. چیتری ناموسن نگاه کن بپر هوا تیر بزن رو هوا زدن چیتره رو. ریدم تو سطح بازی. نگاه اینا همش تجربه و هنر و استعداد. نگاه بابا دوباره زدش. بروکن. حالا لول بروکن چنده؟ لولش تو لاوی 150 بود فکر کنم. بله بروکن با لول 150 چیتر رو میزنه. خیلی هم قوی. هیپار در کنم نمیده. اوت همه آخری کسخل ها بزنیش. آموزن جلوش داشتم ریلود میکردم این بود پشما. یا چی گست راسته چیزری تو رو قرآن یه کاری بکن. واجی چیتر هرچی گل یه لول 150 چیتر رو میزنه پشما. بابا خیلی هم قویه. عالی. تو میتونی. تو قهرمان وای نیست که خیلی قویه. نگاه طرف چیتر 7 کیل داره. باید بیشتر اینا داشته باشی. الان باید همه رو ایس کنی. نه داداش اینا همش تجربه است. دمت چیتر گرم. اون در من گم شو برو اون ور جلو چشم. داداشم چی تجربه اینا همه آراز نگاه تجربه همش. اینو بذار تو یوتیوب. نگاه بزن تجربه. یکی دیگه بابا اینا همش هنره. بروکن نمیتونه. بله آفرین به تو چیتر روی. بابا چیترمون لفت اینقدر سرتش بالا.